قلب انسان یکی از حیاتی ترین اندامهای بدن است که وظیفه بمباژ خون و تأمین اکسیژن و مواد مغذی به سلولهای بدن را بر عهده دارد. این عضو عضلانی مرکزی در سیستم گردش خون نقش اساسی دارد و بدون عملکرد صحیح آن حیات انسان به خطر می‌افتد. قلب در مرکز قفسه سینه و کمی متمایل به سمت چپ قرار دارد. شکل آن تقریبا مخروطی است و به اندازه مشت بسته دارد. سیستم های اضافی که کمک می کند قلب کار کند: عروق خونی، سغرک ها و سیارک ها و مویلک ها به عنوان سیستم انتقال خون به بدن عمل می کنند. در حالی که سیارک ها خوی فقیر از اکسیژن رو به قلب می برند. قلب درون کیسه‌ای به نام پریکارد قرار دارد که از آن در برابر ضربات و اصطکاک محافظت می کند. ساختار قلب انسان به طور کلی از 4 حفره تشکیل شده است: دهلیز راست، دهلیز چپ، بطن راست و بطن چپ. بین این حفره ها دریچه های وجود دارد که از بازگشت خون جلوگیری می کند، مانند دریچه میترال و دریچه سلتی. عملکرد قلب مانند یک پمپ عمل می کند که خون را در 2 مسیر مجاز پمپاژ می کند. گردش خون ریوی کوچک خون بدون اکسیژن را از بطن راست به ریه ها می فرستد تا اکسیژن دار شود. گردش خون سیستمی که بزرگ خون اکسیژن دار را از بطن چپ به تمام بدن می فرستد. ویژگی های منحصر به فرد قلب می تواند به طور مستقل بتپد. خاصیت اتوماتیسم: قلب در طول عمر انسان بیشتر از 3 میلیارد بار می تپد. در هر دقیقه حدود 5 لیتر خون را پمپاژ می کند و در فعالیت های شدید این عدد به 25 لیتر می رسد. ویژگی های قلب انسان: وزن قلب در یک انسان بالغ بین 250 تا 350 گرم است. به طور متوسط قلب در حالت استراحت حدود 70 بار در دقیقه می تپد. در هر ضربان حدود 70 میلی لیتر خون پمپاژ می شود که معادل بیش از 5 لیتر در هر دقیقه است. ضربان قلب توسط یک ناحیه‌ای به نام گرسینوسی تنظیم می شود که به آن ضربان ساز طبیعی قلب نیز می گویند. قلب یک ورزشکار: وقتی شما تمرینات ورزشی انجام می دهید، قلب شما به تدریج بزرگتر و قویتر می شود و می تواند خون بیشتری را برای هر ضربان پمپاژ کند. این باعث می شود که قلب یک ورزشکار به طور مؤثرتری خون را در بدن پمپاژ کند. قلب انسان بیش از یک اندام است. قلب نماد زندگی و احساسات و آرزوهاست. هر ضربانش به ما یادآوری می کند که زندگی تنها در خون و جسم خلاصه نمی شود، بلکه در احساسات و روابط و امیدها جریان دارد. سپاس فراوان از شما عزیزان که تا آخر ویدیو را دنبال کردید.